بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان، امروز الکی در دویم روز ماه رمضان هستیم. پروردگار ماه رمضان را به یکایک ما و شما مبارک گرداند. بگذار هر عبادتی که خودش میپسندد و قبول میکند به یکایک ما نصیب گرداند که این ماه را و این چنین بقیه دیگر ماه‌های سال را با عبادت و برای رسیدن به رضایت پروردگار سپری کنیم. چون در ماه مبارک رمضان هستیم و در مسئله های شکننده های روزه و مکروهات روزه بسیار خواهرها میخواهند معلومات وسیع داشته باشند. امروز خواستم از کتاب هدایه شرح بدایت المبتدی که نویسندش امام ابوبکر مرغینانی هستند و این چنین در نصب و رایه حدیث های این کتاب را شرح داده گذاشتند، میخواهم از همین کتاب درباره شکننده های روزه و درباره مکروهات روزه صحبت داشته باشم. عزیزان، در نزد تمام علما در 4 مذهب، چون در همین کتاب هم حتی دیگر مذهب ها را هم بعضی دلیل هایشان و قول هایشان را آوردگی هستند که این برای یک مسلمان خیلی یک معلوماتی وسیع میدهد. یک نفر متعصب یک مذهب و فقط سخنی یک عالم را گفتن نمیگرداند. در نزد اولا در نزد تمام علما هر کسی که در روز رمضان برقصدانه میخورد و یا مینوشد و یا همخوابگی میکند، روزهش میشکند. یعنی اولین شکننده های روزه این خوردن و نوشیدن همخوابگی هست که حتی این کارها را کسی کرد و جز این که گناهکار می شود برای شستن این گناهش باید کفاره دهد. کفارهش هم آسان نیست. 2 ماه پی در پی یا روزه‌گیری یا اینکه 60 قمبغل رو سیر کردن. یعنی هر کسی که بر علا روزش رو شکست با خوردن و یا نوشیدن یا همخوابگی، او باید بعد از رمضان به جای همین یک روزش یا 2 ماه پی در پی روزه گیرد، سلامتیش اگر اجازه ندهد 60 قمبغل رو سیر کند. یک بار جیغ زده مهمان کرده هم میتواند تنها به تنها یا گفتیم مقدار 90 کیلوگرم ارد و یا برنج را برده به 1 قمبغل یا چند قمبغل تقسیم کرده هم میتواند که خامش با مقدار 90 کیلو هست. اما کسی که از روی خطاگی ندانسته چیزی را به دهان کرد، ندانسته خورد، ندانسته نوشید، حتی در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه یکی ندانسته جمع کرد، بخبر ندانست، تماما از روی فراموشی، گویم ندانستن بهترش ببخشید، فراموشی، از روی فراموشی این رو کرد، در این وقت روزش نمیشکند. چون حدیث در بخاری است که وقتی نفر از روی فراموشی میخورد و مینوشد، پیامبر میگویند الله اطعمک و سقاک، الله پروردگار یعنی تو رو هم آب داد و هم خوراک داد، این رزق الله هست، روزت نشکست. یعنی مهربانی پروردگار است که خوردن و نوشیدن اگر از روی فراموشی باشد، اگر بسیری خورده باشید هم بسیری نوشیده باشید هم، روزه شما نمیشکند، شما روزتان را دوام میدهید. و این چنین هر کسی که در روز رمضان یک احتلام شد، یعنی احتلام برایش غسل فرض شد یا جنوب شد یا جنابت شد میگویم، یعنی خواب دید، در خوابش از خوابش بیدار شد که وای الکی آدم بالغ باید غسل کند، او هم روزه اش نمیشکند. برای اون که در خواب چیزی شدن در دست انسان نیست. تو در خواب به تو چه حالت وانه خورد از تو از دستت نیست و هیچ چیزی نمیشود. و در اینجا حدیث رو میارن که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن 3 چیز روزه شما را نمیشکند. حدیث در بیهقی هم هست، در سنن ابو داود هم هست. یکی اینکه یک نخواسته قی کردی، یک نخواسته در خوابت احتلام شدی یا برایت غسل فرض شد، و یا اینکه یک حجامه کردی. آره، در اول ها پیامبر حجامه رو من کرده بودن که هم حجامه کننده و هم حجامه کرده شده هر دو روزش رو میشکنه، چون با دهان با نفسی کلانگیری خون رو میکشیدن. در زمان پیش حجامه طریقش از طریقه شخ ماندن و با دهان با نفسگیری بود. پیامبر هر دو رو من کرده بودند و بعدن خودشون حجامه کردن که یعنی این مسئله حکمش از بین رفت. و در این حدیث پیامبر میگن این 3 چیز، یکی شما نخواسته خودتون نخواسته قی کردید یعنی پرتافتید، یا اینکه در خوابتان برایتان غسل فرض شد و این چنین یک حجامه کردید، روزه‌تان نمیشکند. و این چنین یک با شهوت مثلا شوهر به زنش نگاه کرد و به یگان نزدیکی در دستش نبود، برایش غسل فرض شد، این وقت هم روزه اش نمیشکند. و این چنین از مسئله های روزه را نشکستن یگان نمود روغن به بدن مالیدن، یعنی به رویش یگان خیر روغن مالید، روغن زیتون که در زمان پیامبر زیادی می مالیدن، یا یگان روغن یگان چیزی به بدن مالیده شد، یا کرم در زمان حاضر یا ملهم مالیده شد، روزه نمیشکند که کمی بعد در این باره صحبت میکنند. و
درباره اینکه مثلا درباره حجامه گفتیم و درباره سرمه مالی. در زمان پیامبر مردها هم سرمه میکردن، علل خصوص یک نمود سرمه که برای بیناییش خیلی فایده دارد و در حدیث زیاد آمده است، اسمت هست. سرمه اسمت که میتوانید این رو در کسایی که به حج میروند پیداش کنند، خیلی برای هم درد چشم و هم چشمای خیره فایده دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم اسمت رو برای درد چشم شفا گفتگی هستند و سرمه به چشم مالیده شد، یکی به داخل خواهی نخواهی چیز می دراید، پارچه هایش ذرچه هایش می دراید، روزه رو نمی شکند. و ابو حنیفه در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه میگن هر چیزی که به چشم داخل شد از چشم به معده اصلا نمی رود، یا از چشم به بینی از طریقه بینی به معده نمی رود و چشم راست به معده انسان راه ندارد که تو از چشم چیزی اگر ریختی یا مالیدی به معده رود. برای همین سرمه هم روزه شما رو نمی شکند. اما اگر مرد همسرش را به آغوش گرفت و یا بوسید و به او غسل فرض شد، یعنی یک بار شهوتش را داشته نتوانست، غسل فرض شد به یگان جماع، روزه‌اش میشکند برای اون که این در دست خودش بود، خودش همسرش را به آغوش گرفت. برای همین در نزد جمهور علما هر کسی که به شهوت خود حاکم شده نمیتواند، علل خصوص جوان ها، نباید در ماه رمضان به همسر خود نزدیکی کنند، حتی آغوشگیری باشد. علل خصوص جوان ها این رو میگن مکروه، نمیگیم حرام، از حرام کرده ها نه، یا گفتیم از شکننده ها نه، مکروه هست که یکی تو خود را به دست گرفته نمیتوانی و شاید که روزه‌ات شکند. و یکی بعد از خیلی گفتم به آغوش گرفتن و به جماع نزدیک شدن برایت روزه فرض شد، فقط کفاره نمیدهی، گناهگار شدی، همون روز قضاوت رو میگیری، بعد از رمضان گرفته میدهی. برای همین از مکروهات در نزد جمهور علما علل خصوص به جوان ها و آنهایی که میدونند که به خود مسلط نیستند، بوسیدن و نزدیکی به همسرشان عموما جایز نیست. و این چونین کسی که مثلا بی خبر در راه بودید، یعنی خودتون ناآگاه از دهانتون پشچه داخل شد، یا غبار زیاد، چنگ و غبار داخل شد، یا یک قطره باران از داخلتون در آمد، مادامی که شما بر علا دهان را نکشیدید و یک در آمد، اینجا میگن تو علاج احتیاط کردن نبود، روزه‌ات نمیشکند. اما بر علا دهان رو کشیدی به باران یا به برف، یا مخصوص کاری کردی که مثلا بوغی خوراک رو که با قطرچه های آب هست مخصوص دهانت رو کشیدی و به دهانت در آمد، در نزد جمهور علما هم ابو حنیفه رحمت الله علیه، هم امام شافعی، هم امام احمد روزه‌ات میشکند، چون که بر علا تو دهانت رو کشیدی و قطرچه ها به داخلت در آمد. و این چونین چیزی که مثلا در بین دندان ها ماند، بعضی چیزهای خیلی کوچکی هست که در بین دندان ها میماند، انسان علاج ندارد که اون رو تازه کند یا برای فرو بردنش اصلا در دستش نیست. اینجا میگیم احتراز کرده نمی شود از آن، یکی رفت انشالله روزه نمیشکند، اما چیزی کلانتر بود بر علا تو حس کردی و فرو دادی، اون هم روزه رو میشکند، برای اینکه حس کردی میتوانستی که اون رو پرتایی اما باز هم تو اون رو فرو بردی. و درباره حاضر درباره قی گفتیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث در کتاب های سنن است، هم در ابن ماجه هست، هم در ابو داود است، که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن اگر نخواسته شما قی کردید، شما یعنی قیعتون در دستتون نبود، علل خصوص در زنهای حامله زیاد این می شود که ناآگاه یکی از پگاهی روزی خستی، یکی در وقت طهارت یک بار پرتو میکنی، در این وقت روزتون نمیشکند، به این نباید خواطر شوید. اما اگر کسی خودش رو مخصوص دستش رو به دهانش برده یا یگون چیز رو فکر کرده، یعنی استقاء خودش رو خودش قی کنونی، در این وقت روزش میشکند. برای همین هر کسی که من دلم به حضور میگوید و نخواسته پرتافت و روزش نمیشکند. و از این که حدیث ثابت است، تمام علما به این تقریبا اتفاق هستند که نه، تو مخصوص خودت رو قی کنونیدی، مخصوص از داخلت بیرون کردی، چون حدیث دربارش آمده است روزت میشکند، چون که خودت را مجبور کرده و روزه‌ات شکست. و این چونین عزیزان درباره شکننده های روزه، درباره کفاره گفتیم خوردن و نوشیدن و جمع کردن کفاره دارد، اما دیگر یکی مثلا خودت رو قی کنانیدی، یکی به دهانت باران رو داخل کردی، در این وقت کفاره نیو، فقط قضای روزه میگیری بعد از رمضان. و
در نزد ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام شافعی و امام احمد در کتاب هم آوردگی هستند، هر کسی به داخل بدنش چیزی رو داخل کرد، چیزی به داخل بدنش داخل شد، خواه مثلا از طریقه سوزندارو باشد، خواه از طریقه بینی باشد، خواه از طریقه گوش باشد، چیزی رو به داخل کردید، روزتون میشکند. برای اینکه میگن به داخل بدنت داخل شد مثل خوراک داخل شدن است و این یگان دلیل آوردگی نیستن. یگانه حدیثی که روزه شکستن یا الفطر مما دخل، شکستن روزه از به بدن داخل شده ها می شود، حدیث آوردگی هستند. در اینجا در بیهقی بود خطا نکنم که هر چیزی که به داخل بدن در نزد این سه مذهب یا گفتیم جمهور علاقه می شوند داخل شد، روزه شما می شکند. برای همین یک که شما مثلا یک چیز رو از بینیتون ریختید، دارو ریختید یا قطره ها رو از گوش ریختید یا اینکه مثلا چیزی رو فرو بردید، دارو فرو بردید یا از طریقه رگ اکل گذرانیدید، روزتون میشکند. البته علمای معاصر مثلا انشالله در این باره هم صحبت میکنیم، علمای معاصر هستن که میگوین نه، از طریقه مثلا اکل ها رو باید جدا کنیم یا سوزندارو رو باید جدا کنیم. بعضی سوزنداروها هیچ قوت نمیشود و فقط برای داشتن درد است و به بدن گذرانیده شود، هم به معده رابطه ندارد، روزه رو نمیشکند. بعضیش اما مثل خوراک است، روزه میشکند. اما در این باره بعداً انشالله در موضوع دیگر درباره شکننده های روزه زمانوی مثلا قطره گذرانیدن به بدن یا سوزندارو گذرانیدن یا بعض نمود مثلا مخدرات یا نارکوز گرفتن انشالله صحبت میکنیم. اما از پایان اگر مثلا زنها این رو زیاد میپرسن که سویچی موندن برای زنهای بیمار روزه رو میشکنند، نه، در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه هم این چیز نمیشکند، برای اینکه سویچی یا از پایان دارویی که میموند اصلا به معده رابطه ندارد و وای از طریقه پیشابدان میفراید و یگان خیلی قوت هم نمیشود. اما از طریقه بینی که راست به معده میرود، از طریقه گوش هم طریقه گلو به معده میرود، میگویند روزهتون با اینها میشکند. و این چونین مثلا با بینی چه خیلی گفتم یگان چیزی که با آب آمیخته است، از حد بوق رو نفس گرفتید، مخصوص خودتون رفته که بعضی آب قطره های بوق می رود، این در نزد این علما می شکند. برای همین عزیزان بیاید در وقت روزه‌داری مکروه هست که بر علا خوراک رو رفته با تمامی نفس کشید. بعضی ها حتی سر می شوند، یعنی در این علما می گویند بعضی نمود بوی کشی ها هست که تو بخار خوراک رو بوی میکشی و حتی بدنت قوت میدهد، اگرچه حدیث دربارش نیست و از روی اجتهاد میگویند. برای همین بوی کشیدن بر علا یگان خوراک با مزه رو، خوردنی ها رو بر علا بوی کشیدن از مکروهات است، از مکروهات روزه هست. و این چونین مثلا به کودک یگان چیز رو به دهان گرفته معده کرده دادنم از مکروهات روزه است که فرو نبری، هم خود طعمش در دهانت میموند، طعمش در دهان تو میموند و بهترش این رو نکنی. اما چه خیلی گفتم سرمه زدن یگان بوکی ندارد، یا اینکه مثلا به موی و بریش روغن مالیدن یا به بدن روغن مالیدن بوکی ندارد، چون به داخل بدن داخل نمی شود، به داخل بدن اینها داخل نمی شود و شما با این روزه‌تان نمیشکند. و مسئله دیگر مسئله شستن دندان است. مثلا اگر دندان رو در زمان پیامبر با مسواک میشستند و حتی اینجا حدیث بود که من خیر خلال سعی سواک، از بهترین چیزهای تازه کننده دندان برای روزه‌دار این مسواک است که در در سنن ابن ماجه حدیث رو آوردگی‌اند. یگانه بعضی طعم‌های هست که بعد از دندان شستن 1 ساعت 2 ساعت در دهان میموند، مسواک نبود. در همین باره زیاد خواهرام میپرسند که مثلا ما با مثلا معجون دندانشویی دندان‌ها رو شستیم، طعمش در دهانمون بوی خوشش می آید، این روزه رو میشکند یا نه؟ مسواک هم عیناً طعم دارد، مسواک هم عیناً بوی خوش دارد. پیامبر این رو برای روزه‌دار بهترین از گفتگی هستند. برای همین ان شاءالله با شستن دندان ها روزتون نمیشکند. با شستن دندان ها، چی با معجون دندانشویی باشد چی با تازه کردن مسواک باشد، روزه شما نمیشکند. اما چه خیلی گفتم از طریقه بینی و از طریقه گوش هر چیز داخل می شود یا از طریقه بدن هر چیز به داخل بدن داخل می شود، روزه می شکند. میگن چشم رو خارج میکنن که از چشم علاج نیست، به معده رود یا به داخل رود و با آبهای چشم بیرون میپرتاید چشم. حرکت کنیم
مثلا برای چکانیدن به بینی، چکانیدن به گوش، یا حتی روغن ریزی، بعضی به گوش روغن میریزن، بعضی روغن ها برای شفاگی، همین ها رو نکنیم. برای اون که حتی این علما روزه رو میشکنند، میگن آره مثلا مذهب ما مالک است، بعضی علمای معاصر هستند که میگن نه روزه رو اینها نمیشکند، اینها یگان خیلی غذا نمیشود، به معده رود هم به تو قوت نمیدهد. به هر حال وقتی که مثلا یک جمهور از علمای زیاد در این مسئله میگن روزه میشکند، بیاید به همین چیزا عموما نزدیک نکنیم و کسایی که هم اوکال میگیرن یا سوزن دارو میگیرن حرکت کنید در همین ماه رمضان نگیرید، یا اینکه شبانه گیرید که خوش به حال طبیبانی که اهل اسلام هستند. سبحان الله در مصر وقتی بیمار به نزد طبیب در رمضان میرود، طرز برایش معالجه می نویسند که بعد از افطار بگیر یا سحری در سحرخوری بگیر. اصلا نمیگم باید روزه رو شکنید، چگونه که در جای ما هست که همین همیشه گپشون نه برای تو اجازت است، بخبر از اینکه برکت رمضان می رود. تو روزه که در رمضان میگیری در دیگر وقتها گرفته نمیتوانی. اکنون اشاره کردم به مکروهات روزه، چه خیلی گفتم نزدیک شدن، حرکت کنن جوان ها و آنهایی که به شهوت خود مسلط نیستن، به همسر خود روزانه تماما نزدیک نکنن تا به حرام نزدیک نشوند، چه به آغوش گرفتن باشه چیز دیگر. پیامبر آره حدیث حضرت عایشه است که همسران خود را میبوسیدن و حضرت عایشه خودشون میگن که آخر پیامبر خیلی به خود مسلط بودن، پیامبر خود را داشته میتوانستن. و این چنین گفتیم زیاد بوی کردن یگان چیز و در وقت طهارت کردن غرغره کردن، یعنی گلوها رو چایقانیدن رو هم پیامبر در وقت روزه‌داری از حد چایقانیدن رو من میکنن که یکی آب و داخل در آمدنش ممکن. و این چنین در وقت روزه‌داری تو میتوانیم، یعنی هر چیزی که به دهان میدراید، مثلا بعضیا برای نفس گیری، بعضیا یگان چیز برای خویده پرتافتن و این چیزا به دهان میگیرن، اینها همش مکروهیت دارد، حرام نباشد هم حرکت کنیم به دهان چیزی نگیریم. و چه خیلی گفتم وقتی انسان تقوا میکند و من یتق الله یجعل له مخرجا، روزه هم رمضان هم برایش آسان می شود و مشکلی های بیماریش هم پس سر می شود. کافی است که به الله توکل کنیم و اینقدر به خود بهانه نجوییم. اما مثلا مسئله های زیادی دیگر هست درباره روزه که مثلا یک خوراک رو چشیده مثلا روزه میشکند، چشیدن خوراک مدامی که فرو نمیدهید فقط طعمش رو میبینید فرو نمیدهید روزه رو نمیشکند، اگرچه بعضی علما مکروه میگویند. این مسئله هایی هست که دربارش که اجازت هست نباید از شکننده های روزه پنداریم. و یک موضوع وسیع در اینجا مسئله های شکننده های روزه طبی یا در نمودهای معالجه و نمودهای شفایابی از بعضی دارو و دواهای هست که بین علما اختلاف است و موضوع وسیع‌تر است. الله نصیب کرده باشد در صحبت دیگر ان شاء الله همراهتان در این باره هم صحبت خواهم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.